تا حالا به این فکر کردی که چراغ‌های آلارم پشت آمپر ماشینت هر کدوم چه معنی میده؟ چراغ چک انجین مشکل در موتور، سنسورها، ECU یا سیستم آلایندگی خودروه. چراغ روغن موتور فشار روغن موتورت پایینه یا پمپ روغن مشکل داره. چراغ باتری نقص در دینام یا باتری و خطر از کار افتادن سیستم برقی خودروه. چراغ ترمز سطح روغن ترمز کمه یا نقص در مدار ترمز داره ماشینت. چراغ ABS سنسورها یا واحد کنترل کننده ABS دچار خطا شده. چراغ کنترل پایداری یا سنسور ESC مشکل در کنترل پایداری یا فعال شدن سیستمه. چراغ فشار باد تایرها یا سنسور TPMS تنظیم فشار یک یا چند تایر پایینه. چراغ دمای موتور بیش از حد داغ شده. چراغ ایربگ خطا در ماژور ایربگ یا سنسورها.